اما با اون امنیتیایی که گفته بالای مردم ظلم میکنن. ما ببینیم که این درجه ظلم اونها چقدر است و اصلا اونها خودشان اجراچی هستن یا اینکه مثلا یک نفری هست که حتی اگر با اون گفته باشن که ساله بیار کله رو بیارن، یعنی گفته باشن که فلان رو بیار دپراس کن یا صحبت کن، اون برای آنکه این کار رو انجام بیاد خودش رو در پیش رهبریت شیرین کند، بعد لط و کوب میکند، شکنجه میکند تا اینکه رزولتات به دست بیاره. حالا تمام این کار امنیتی ها، پلیس، اینها خدا را شکر توسط این اینترنت و خبررسانی مردم پرونده شده ایستاده است. نه به خاطر آنکه بعد از کسی انتقام گرفته میشه، نه به خاطر این نیست. اما اینم نباید این خیلی باشد که یک نفر تا روزی که کار میکند مردم رو شکنجه کند، ظلم کند، تحقیر کند، بعد روزی که انقلاب شد و مردم قیام کرد بعد بیاد بگه که من مجبور بودم و من از ناعلاجی این کار رو میکردم. نه، با اون گفته میشود که نه برادر، یک مرتبه مجبور بودی، 2 مرتبه، ولی ما 10 دلیل داریم که خودت در این حالات ها تحقیر میکردی، در این حالات ها تهدید میکردی، شکنجه دادی، مال مردم خوردی، دیگر این جای بخشیدن نیست. برای همین من خواهش میکنم حالا ما در فکر انتقام نباشیم، در فکر جزا دادن کسی نباشیم و اگر همون امنیتی ها حالا که گفته ایستادیم آشکار بار دیگر تکرار میکنیم که از همین روز شروع کردن دیگر فکر کنن با مردم، با ملت هستن یا با نظربایف تاجیک. یعنی وقتی که نظربایف تاجیک میگم همون پیشوا و همون البسی، حالا دیگه هیکلش رو کنده ایستادن، فردا دقیقاً همین کار خواهد شد. از همین روز برای خودشون یک دفترچه کنن، بنویسن که خب تا روز 5 ژانویه 2022 من این کارها رو میکردم، از این بعد باید کوشش کنم پیام بفرستم به مردم، تلاش کنم که دیگر جنایت نکنم و در اون روز مبادا در پهلوی مردم قرار بگیرم و مردم هم دیگر دلیل داشته باشن که نسبت من یگان حکم ملی و مردمی را جاری نکنم.